دیروز یه اتفاق فوق‌العاده وحشتناک تو ترکیه افتاده که همه رو تو شوک فرو برده. این یه اتفاق عادی نیست، بلکه یکی از بازیگرها مرتکب قتل شده. بله، بیام با هم دیگه بریم جزئیات این خبر هولناک رو با سلوی سبدا بشنویم. دیروز طی اخباری که منتشر شد، یکی از بازیگران زن ترکیه مرتکب یک قتل هولناک و فجیع شده. این بازیگر دوست خودش رو که یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی معروف ترکیه بود، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسونده. این سکانس کوتاه از سریال معروف Yasak Elma یا سیب ممنوعه رو با هم دیگه ببینیم. Ben aldatılan kadınların sesi oldunuz. Sizinle bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Annem de sizi çok seviyor da ona da göndereceğim fotoğrafınızı. بله، این بازیگری که در کنار ادایجه یا همون یلدز یاساک الما مشاهده میکنین اسمش سیویل آکتا هست که معمولا تو نقش‌های کوتاه در سریال ها ایفای نقش میکنه. سیویل آکتا با دوستش که چهره معروف فضای مجازی یا همون اینفلوئنسر اینستاگرام هست به نام الیف کراو با هم بیرون رفته بودن و بعدش به خونه الیف برمیگردن. طبق ادعاها اون شب الکل مصرف کرده بودن و سیویل آکتا به شدت مست بوده. با گذشت زمان بین این دو نفر دعوایی شروع میشه. بازیگر سیویل آکتا دوستش رو با ضربات متعدد چاقو میزنه و بعد هم از خونش فرار میکنه. متاسفانه الیف کرا در اثر این حمله جانش رو از دست میده. گفته میشه این یه قتل واقعا وحشتناک بوده. سیویل آکتا دوستش رو با ضربات متعدد چاقو میکشه و حتی سعی کرده صحنه رو یک خودکشی جلوه بده، چرا که ضربه هایی رو هم روی مچ دست الیف میندازه. اما این فرار زیاد طول نمیکشه و پلیس خیلی سریع از طریق دوربین‌های مدار بسته بی سر و صدا آکتا رو دستگیر میکنه. سیویل و دوستش الیف اول بیرون با همدیگه وقت گذروندن و بعد به این واحد در طبقه بالای ساختمان برگشتن، همونطور که تو ویدیو مشاهده میکنین. بعد از ورودشون به خونه بلافاصله بینشون دعوا شروع شده و شدت مشاجره بالا گرفته. و بعدش مشخص نیست که سیویل به چه علتی با ضربات متعدد چاقو که طبق گزارشات پلیس تا 40 ضربه چاقو هم میرسیده دوستش رو به قتل رسونده. گفته شده سیویل آکتا حتی گوشی موبایل الیف رو از همون ابتدای مشاجره به یه جای دیگه انداخته تا کسی نتونه باهاش تماس بگیره. وقتی نزدیکانش مدت زیادی از الیف بی‌خبر میمونن با همسایه‌ها تماس میگیرن. سیویل در دفاعیتش گفته که بی‌دلیل بینشون دعوا شده و اول الیف بهش ضربه زده، بعد بینشون درگیری فیزیکی پیش اومده. تو ادامه اعترافاتش هم گفته که چون الکل خورده بوده و به شدت مست بوده یادش نمیاد و وقتی الیف رو بی حرکت دیده ترسیده و فرار کرده. ولی یکی از دوستان نزدیک مقتول دقیقاً بعد از این اتفاق ویدیویی منتشر کرد و شفاف‌سازی انجام داد. دوست مقتول میگه این جانی یعنی سیویل همیشه به صورت عجیبی پیگیر الیف بود و هر بار که الکل مصرف میکرد یا مواد دیگه‌ای میزد به الیف زنگ میزد و با گریه میگفت کسی منو دوست نداره، تو هم منو دوست نداری و من تنها موندم. ما از اون خوشمون نمیومد و تو جمع دوستامون نمیخواستیمش. اون شبی که با الیف بیرون رفته بودن به خاطر مصرف بیش از حد الکل الیف اونو میپیچونه و با یکی دیگه میره بیرون چون میگفت بیش از حد مست کرده و نمیخوام شب رو با اون باشم. که در ادامه نزدیکای صبح سیویل با یه سلاح سر تو دستش به خونه الیف میره و بهش حمله میکنه. خب این هم از ویدیوی امروزمون که متاسفانه اصلا خبر جالبی نبود. امیدواریم که دیگه şahit چنین اخباری نباشیم. مراقب خودتون خیلی باشید. متشکرم از همراهیتون. خداحافظ. Takıktı anlamadığımız bir şekilde. Yani ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu, işte beni çevremden kimse sevmiyor, sen de sevmiyorsun, yalnız kaldım. İstemiyorduk onu arkadaş çevremizde.